تمام ادیان رو کره زمین بر باطلند، تمام مذاهب اسلامی بر باطلند. تنها مذهبی که طبق گفته خدا و رسول مذهب به حقی است و وارد بهشت خواهد شد، مذهب شیعه 12 امامی جعفری است. همه مردم وارد بهشت میشن جز آخوند شیعه صفوی 12 امامی. اینو من نمیگم، سری بقیمشون بدن من به شما. و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. گفتن هیچ کس وارد بهشت نمیشه مگر اینکه یهود باشه یا نصارا باشه. خدا میفرماد تلک امانیهم، آرزوشون اینه. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. دلیل بیارید. دلیلتون چیه که میگید غیر از شیعه اثناعشری کسی وارد بهشت نمیشه؟ دلیل ندارید حاج آقا، چرا دروغ میگید به خدا و رسولش؟ دنباله آیه میفرماید بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی که با توحید از دنیا بره، کسی که موحد باشه، شرک در دل نداشته باشه، امامزاده پرست نباشه، قبر پرست نباشه، وارد بهشت میشه. پس عکس این مسئله صادق هست. همه مردم به بهشت میرن جز شما آخوندهای صفوی. ببینید این سوره مائده هست، میفرماید که انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. کسی که شرک به خدا بیاورد بهشت براش حرومه. آخوند شیعه اثناعشری مشرکه، برای خبر